در ضمن این یکی از لحظه‌های بزرگ رابطمونه. حداقل یکم سلیقه به خرج بده. این دیگه چیه لروکس؟ بی نهایت تو میگی؟ فضای موقتی اینطوریه؟ البته وقتی میگن بی نهایت چیزای علمی به ذهنت میرسه. چه میدونم تو آسمونی گروه ستاره‌ای که به شکل علامت بی نهایتن و خیلی نادر دیده میشن و براشون اسم نذاشتم و این حرفا. تسکو مگه تو اسمشون رو دمیر ارندی نذاشتی؟ چرا اون تو ذهنت نمیاد؟ دمیر اصلا اینطوری نیست. یه همچین گروه ستاره‌ای هست. آره هست. اون گروه خالیه. الکی خودتو درگیر نکن. من خودم دمیر شوخی نکن دیگه. چرا شوخی کنم؟ نه روی زمین جا داریم نه رو آسمون. من نیستم، رسما نیستم. میبینی؟ اوف میخوای کشش بدی؟ نه میخوام قهوه درست کنم. بذار کمکت کنم. نه عزیز من زحمت نکش، خواهش میکنم. تو اینجا بشین و به ساکیزت توضیح بده که چرا وقتی میگن خونه اول اسم اون به ذهنت نمیاد. ببین داره میپرسه، بهش توضیح بده. سلام بداد، میشه بیام؟ البته بیا. ببخشید من یکم تعجب کردم. خوش اومدی. ممنون. بشین. چی میخوری؟ تو چای دوست داشتی آره؟ نه نیازی نیست، من 2 دقیقه میشینم بعد زود میرم. خیلی خوب باشه. آخرین باری که این گلخونه رو دیدم خیلی کوچیک بود. کارتو گسترش دادی. آره خب یه کارایی کردیم. تو چطوری؟ یعنی این همه مدت چطور بودی؟ سعی میکردم خوب بشم. خوبم شده بودم. یعنی واقعا انقدر زخم داشتی؟ میدونم که از دستم عصبانی هستی بداد. دمی رو خیلی ناراحت کردم. نه ناراحتش نکردی، تیکه تیکش کردی. اونایی که میرنم زخمی میشن و اگه این باعث میشه حس بهتری داشته باشی باید بگم که منم وقتی رفتم تیکه تیکه شدم. چی بگم؟ تصمیم خودت بود. بیا گلخونه رو بهت نشون بدم. فضای موقتی آره؟ البته اتفاقاتی که بعد از اینکه اون قضیه یه گروه ستاره رو بهت گفتم یه جوری مثل بیگ بنگ بود. یه انفجار خیلی بزرگ رخ داد و همه چی پاک شد. یعنی حسی نیست که با یه کلمه بشه توصیفش کرده. همه اولویت‌های زندگیم عوض شد. اینو جدی میگم. اولویتو تو عوض نکن. من همچین چیزی ازت نمیخوام. فقط برای منم یکم جا باز کن. اما تو میتونی جلوی همه چی بنویسی لروز. اون منم. تو شبیه من نشو. تو همیشه لروکس باش. در ضمن من امروز یکم خستت کردم. معذرت میخوام. دمیر معذرت خواهی نکن. با عذرخواهی تمومش نکن. من برای اینکه امروز بهت فشار نیارم چیزی نپرسیدم. اما یه مشکلی داری؟ آره دارم. نمیخوای بهم بگی؟
من تو گذشته باشه دمیر، بیخیال شدم. تعریف نکن. میدونم از گذشته زخم داری، اما یه مدتی وارد این بحثا نشی. میشه دمیر؟ خواهش میکنم در لحظه زندگی کنی، طعم امروز رو بچشی. لطفاً از من فاصله نگیر. یعنی خودت امروز بهم گفتی تو این خونه تنها بودن خوب نیست. من بعضی وقتا کنار تو احساس تنهایی میکنم. وقتی خودتو تو یکی از اتاقای تاریک گذشته حبس میکنی، اون موقع من نمیدونم چی کار باید بکنم. اگه یه بار دیگه احساس کردی تنهایی به من بگو باشه. تو هم تو همین امروز بمون لطفا. پیش من باش. باشه. نتونستیم به خاطر بنیامین خانم پودینگای خوشمزه‌تو بخوریم. ببین چی شد، قندمون افتاد. باید همیشه شیرین کام باشی. به نظرت سرد شده؟ سرد شده. وایسا بیارمش. نمیخوام بپرسم چرا دمی رو ول کردی و رفتی ایلال، اما الان چرا برگشتی؟ 2 سال گذشته، این همه مدت دمیر تلاش کرد تو رو پیدا کنه. چرا الان؟ چه انتظاری داری؟ نمیدونم. سال اولین روزایی که ازش دور شدم یکم راحت شدم. چون از موضوع ازدواج و زندگی مشترک دور شدم حالم خوب شد. اما بعدش با گذشت زمان وقتی به خاطراتمون فکر کردم، اونو خودمو تونستم بهتر رابطمون رو درک کنم. وقتی فهمیدم سهام شرکت رو خریده. اینا رو نپرسیدم ایلول. چه انتظاری ازش داری؟ میخوای عذرتو قبول کنه؟ میخوای ببخشتت؟ شایدم با خودت فکر میکنی کاری نکردی که بخوای ببخشتت. اینو نمیدونم، اما اگه چیزی که انتظار داری بیشتر از اینا باشه، ببین یه بار داداشمو شکستی، دیگه نه من اجازه میدم یه بار دیگه بشکنیش و نه بقیه کسایی که بهش ارزش میدن. با کسی رابطه داره؟ میخواستی تا آخر عمر منتظر تو باشه؟ لروکس.
نون؟ اما سرخش کردم. دمیر بخور دیگه، حالا با این یکی هیچی نمیشه. در ضمن روش پنیر وگان ریختم، شیرم نداره. منو داری شبیه خودت میکنی یا؟ بیا. اون استکان منو. ببخشید یه لحظه. تو چندشت میشه از لیوان من بخوری؟ نکن لروکس، اخلاقمو که میشناسی. شوخی کردم، جای استکانو رو عوض کردم. این استکان توه. باور نمی کنی؟ هنوز مطمئن نیستی نه؟ ترجیح میدم باورت کنم. دوست دارم. گل من کجاست؟ حتما رو میزه. اونطوری نمیشه، شاید آفتاب مستقیم بهش بتابه. گل حل شد. حالا نوبت سینما و غذا است. ببینیم چی میشه. بوراک؟ صبح بخیر. لروکس نیست؟ مزاحمش نشو. اینا مال لروکسه. دست من بود، گفتم بیام بهش بدم. تو شرکت میبینمت. بیا اینجا ببینم. بیا صابونه. سکیز عشقم غذا تو بخور دیگه. بیا. کارامو کجاست؟ کجایی کاراموک؟ غذای بچه ها رو دادم. گلدونم گذاشتم جلوی پنجره. کی اومده بود ها؟ بوراک. گفت این کیف مال توه. اونو داد. نه نیست. اون کیف مال من نیست، اما وسایلای داخلش مال منه. میخواست عکسایی که گرفتم رو ببینه. راستش بدون اطلاع من برداشته. وقتی اومده بوده تولدم. منم دیروز فهمیدم، اما عصبانی شدم. برای همینم امروز آوردتشون. بی خبر به اتاقی که قیامت بپا میکردی تا نرم رفته. عکسارم بدون اجازه برداشته و رفته، درسته؟ راستش این کارش نمیخوای بگی که توجیه منطقی واسه این کارش داره؟ نه منطقی نیست، اما توجیه عجیبی داشت. یادت در مورد مافیا ازم پرسیدی؟ وقتی بوراک با اون زن جلسه برگزار میکرده یکی عکسشون رو گرفته. اونم برای اینکه من تو دردسر نیفتم خواسته کنترل کنه. دمیر قرار نیست وقتی اطرافیانم کار احمقانه‌ای میکنن از من دلخور بشی. لروکس، میدونی بوراک چه جور آدمیه؟ اگه اون زن درسگیر نمیشد اون عکس‌ها رو تو اتاق تو میذاشت و تو رو هدف اون زنه قرار میداد. اصلا خوشحال نیستم که با بوراک همکارم. اصلا هم خوشحال نیستم که تو با اون کار میکنی. اما حداقل کنارتم، هم تو خونمون هم سر کار. در ضمن میگن دشمن تو باید کنار خودت نگه داری تا بدونی چی کار میکنه. فقط به این دلیل میذارم اونجا کار کنی، وگرنه فکر نکنی کورم. اوف دمیر، منم مثل قبل بهش اعتماد نمی کنم. مثل قبل؟ بگذاریم بیخیال. گفتیم در مورد گذشته حرف نزنیم، به آینده‌مون نگاه کنیم. من تو ماشینم.
شنبه صبح برای ساعت 10:45 بلیت هست. بلیت برگشت رو از اونجا میخری از همینجا؟ میگم آیدا ها چیزه تو هم میای ها؟ حتی لروکس هم بیاد، 3 تامون با هم بریم یه سویت باحالم میگیریم واسه خودمون. این مروه اینو دیگه از کجا درآوردی؟ تو داری میری پیش خانواده شوهرت. خب منظورم اینه که اگه کارا خوب پیش نرفت میام پیشتون دیگه، یا اینکه اصلا با برا چند ساعت میایم پیشتون. امسال مسافرت هم نرفتیم آیدا، زود باش دیگه. یعنی نمیدونم چی بگم. من اون همه چیز خریدم برای 6 نفر بخچه درست کردم، کی میخواد اون هم کنه؟ آیدا زود باش دیگه. باشه وایسا این کارو میکنیم. بذار لروکس بیاد از اونم بپرسیم، ستایی تصمیم بگیریم بعدش بلیتو بخریم. خب باشه. خب دخترا چی کار کردین؟ بخچه دوماد آماده است؟ اوستا راستی خیلی ازت ممنونم، به خدا خوب شد که یادآوری کردی به خاله لیلا زنگ بزنیم. وای کاش میدیدی چه جهیزیه خوشگلی داره اوستا. وای اون همه چیز سالهاست که تو صندوق موندن. راستش من خیلی ناراحت شدم. اوستا من وقتی رفتم خونه لیلا خانومینه یه نگاهی به اطرافم انداختم، یعنی به نظرم میاد که اونجا یکم نوسازی باید بشه. به نظرم تو هم یه نگاهی به اونجا بنداز، خودت که میدونی امنیت خونه خیلی مهمه. خب پول نکرده توی اون ویلای قشنگ به خاطر یه پریز آتش سوزی چیزی میشه. حالا اون به کنار، اون زن بیچاره اون وقتی همچین چیزی نمیشه، من اجازه نمیدم، من سری میرم. وای آیدا طرفو بدجوری ترسوندی ها، این دفعه حرفشو تموم نکرده گذاشت رفت. خیلی بامزه بود. صبح بخیر دمیر خواهد. صبح بخیر. صبح بخیر دخترها، چه خبرها؟ صبح بخیر. هیچی، داشتیم دنبال بلیت میگشتیم. حتی یه فکر عالی هم داریم. من و آیدا با هم فکر کردیم، گفتیم دوتامون، یعنی گفتیم 3 تایی با هم بریم آنتالیا. این دیگه از کجا در اومد؟ به نظرم خیلی خوب میشه. تو هم میای؟ دوبله شده در افدی و جری. بله باشه. قضیه عکس آثاره؟ لیروکس گفته اون کیف چرا دست من بوده؟ نره گفت. میتونم بپرسم دلیل خندت چیه؟ به خاطر اینکه بهت دروغ گفته بود. دختره رو کلی اذیت کردی، برای همین گفته. خدا میدونه چقدر ازت ترسیده. حس میکنه که باید همه چی رو بهت توضیح بده، در حالی که برای لیروکس همه چی خیلی نرمال بود. هم زندگی و هم رازای مردم رو خوب نگه می داشت. تو داری زندگی نرمالش رو خراب میکنی. ببین براک، حساب دسته گلایی که تو شرکت به آب دادی و باید به هیئت مدیره بدی. اما اگه یه بار دیگه بخوای تو کارای چرت و پرتت لروکس رو سنی، اون وقت با من طرفی. تو شرکت رئیسی فهمیدم، اما خارج از کار با لروکس وقت نمیگذرم. و بعد از این پاتو تو خونه من نمیذاری. واضح بود؟ تو خونت؟ چه زود خونه ای تو شد؟ اونجا خونه من و لروکسه. نه میخوام وقتی مستی تو رو اونجا ببینم و نه میخوام وقتی هوشیاری دم در ببینمت. اگه منم جای تو بودم عصبانی میشدم، اما تنها کسی که برای لروکس ارزش قائل تو نیستی دمیر خان. قبول میکنم اشتباه کردم، آره، اما هیچ وقت به ذهنم خطور نمیکنه که به لروکس آسیبی برسونم. اما وقتی اون پاکت تهدید دست لروکس میدادی، میخواستی که تاوان اشتباهشو بده. اگه حافظه ضعیفی داری نباید دروغ بگی براک، وگرنه هیچ کدوم از حرفات با هم دیگه نمیخونه. اون روز برای اینکه اون پاکت رو از لروکس بگیرم برگشتم. لازم نیست چیزی رو توضیح بدی، فقط از لروکس دور باش. شاید لروکس به خاطر تو عوض بشه، اما وقتی یه روز تو رو بشناسه از خودش میپرسه که تو ارزش اینو داشتی یا نه. اون محدوده‌ای که برای لروکس درست کردی فقط تو رو بیرون نگه داشته دمیر، نه منو. وای دختر منو تنها
نذارین دیگه، بیاین با هم بریم، خواهش میکنم. مروه به خدا من نمیتونم بیام، الان اصلا وقتش نیست، جدی میگم. برای چی وقتش نیست؟ همه چی رو برای دیگه. دخترو من و دمیر داریم دوره حساسی رو میگذرونیم، یعنی میدونین که همه چی پشت هم اتفاق افتاد. من واقعا نمیخوام اونو 2 روز تنها بذارم. وای واقعا راست میگه مروه، اینقدر اصرار نکن دیگه، من باهات میام. خب ببخشید مروه، این دفعه نمیتونم باهات بیام. صبح همگی بخیر. صبح بخیر. ایلول خانوم اینا چیه؟ آوردم بذارم تو اتاقم. هرچند بذار اینجا باشن تا همه ازشون استفاده کنن. عزمی خانم، اینجا فنجونه خوشگل بذاریم. این فنجونه برای جایی که دارم طراحی میکنم مناسب نیست. خیلی حق داریم، تو هم بار یه چند تا چیز داریم. من فورا میرم آمارشونو میگیرم و به تو خبر میدم. اینجا یه چیز عجیب هست، یه چیزی شبیه چراغ نفتی و شیشه آزمایشگاهی. این چیه؟ سیفون. این چیه؟ سیفون. وای خیلی خوشگله، مرد رنگشو ببین. وای خیلی قشنگه. های این کوچولوها رو ببین، این چقدر بانمکه. قوری چای سنتی ژاپن. برای چای سبزی. میدونم. رنگش هم خیلی آره خوشگله. خیلی. بیا مال تو باشه. نه ممنونم، نیازی نیست، خیلی ممنون. من نگفتم نیاز داری، چون پسندیدی. خواهش میکنم بگیر، من یکی دیگه دارم، اونو میارم شرکت. ممنون، خیلی لطف داری. به سلامتی استفاده کن. وای رنگ اینم خیلی قشنگه.
انتظار ندارم درکم کنی و انتظار ندارم ببخشی. فقط اینو بدون که مجبورم این کارو بکنم. متاسفم عزیزم. خداحافظ. وای واقعا قشنگه. من یکم دیگه برمیگردم از این خانم. الانی که محرم خان پیدا شد تو هنوز داری با پیشبند قدم میزنی؟ خب چی کار کنم جونم؟ مگه محرم خان داره میاد منو ببینه؟ میان تأسیسات خونه رو چک کنه. ببینم عزیزم چند سالته اما بازم سعی میکنی هیجانتو نشون ندی. خب بابا یکم آروم باش دیگه بابا، آروم باش. ببین چی میگم، این آخرین شانسمونه. وای واقعا که فیروزه، انگار واقعا این وسط یه چیزی بین ماست. انگار منم از خدامه که باشه. تو که اصلا هیجان زده نبودی. در بیار اینو، در بیار. نه در بیار اینو. بذار بمونه حالا مثلا میمون چی بشد فیروزه؟ خوش اومدی محرم. خیلی خوش اومدی. بفرمایید. سلام. خونه رو راحت پیدا کردین محرم خان. این چه حرفیه؟ خونه ای که با وجود شما نورانی بشه هر جا باشه پیداش میکنم. خیلی کار خوبی کردین اومدین محرم خان. لیلا جون خونه رو به شما نشون میده. منم باید برم کافه. اگه هر دو تامون تو کافه نباشیم یکم خب بد میشه، میدونین که. خب دیگه من باید برم. روز بخیر، خدا نگهدار. فیروز خانم جون ببخشید. بفرمایید. خیلی ممنونم. من دیگه میرم. بفرمایید این تقدیم شما. خیلی ممنونم محرم خان جون. خواهش میکنم خانم. بفرمایید از این طرف. بفرمایید. دوستان قهوه آماده است اگه میل دارین. براک سر صبحی به خاطر موضوع براک ناراحتت کردم. خوبی دمی؟ خوبم، نگران نباش. خواستم یکم هوا بخورم. یکم دیگه برمیگردم شرکت. برات شیرینی بگیرم؟
خودت بیای از شیرینی برام بهتره. مسائلی که ناراحتت میکنن هم بنداز تو دریا تو آب با خودش بشوره و ببره. شما قبلا کجا بودین ایلول خانم؟ گفتین خارج از کشور بودین. بله، راستش تو کشورهای زیادی کار کردم، اما بیشتر تو کشورهای اروپایی بودم. یه مدت هم تو آسیا بودم. خب هممون میدونیم که قطب مالی دنیا به سمت شرق جابجا شده، اما قبل از اونجا لندن بودم. به استانبول عادت کردن سخته؟ نه، استانبول خونه منه. دیر یا زود برمیگشتم خونم. اصلا دوست نداشتم تو این فصل تو لندن باشم. استانبول هنوز هواش گرم‌تره. آره، استانبول هواش خوبه، اما آنتالیا حتما الان گرم‌تره. آره. شما تونستین کاراتون رو درست کنین مروه خانم؟ آره، با کمک دوستام همشون رو حل کردم. یعنی خدا رو شکر، اگه اینو نبودن از پسش بر نمی اومدم. تو این دوره سخت واقعا کمکم کردن تا همه چی رو حل کنم. چه خوب. همه دوستای من تو کل دنیا پخش شدن، یه جا نیستن. اگه کمک لازم داشته باشم 4 ساعت طول میکشه نزدیکترین دوستم بیاد پیشم. تازه اونم اگه پروازی باشه. به خاطر آب و هوا میگم دیگه، ممکنه بارونی برفی چیزی بیاد. خب برای بچه اگه چیزی لازم داشتین ما هم هستیم. زود حلش می‌کنی؟ ممنونم. اگه چیزی بود که منم بتونم بهتون کمک کنم لطفاً حتما بهم بگید. و اینجوری چقدر قشنگ شد مگه نه؟ غذای بعدیمون رو تو کافه من بخوریم. غذای لیلا و فیروزه خانم فوق‌العاده‌ان. مطمئنم از منوی وگان ما خیلی خوشتون میاد. کافه داری؟ چقدر خوب. ممنون. دوبله شده در استودیو جن. آره خیلی خوب شد. در ضمن عاشق پیراهنتون شدم فرخ خان. واقعا؟ آره. ممنون. دلم واسه دریا سوخت. اوه اینقدر بده؟ نه، مشکلاتمو جایی نمیریزم، حلش میکنم. حلش کردی؟ با مشتری که چند روز پیش نتونستیم بگیرینش دوباره ارتباط برقرار کردم. قبول کرد که امروز دوباره با شما ملاقات کنه. خاطره‌ای در کار نیست. از ما دوتا میدونی چی مونده؟ خشم. نگران نباش، دمیر گفت دیگه نیام در خونتون. من به دمیر دروغ نمیگم. کاش اصلا گذشته نداشتم. اما امشب یکم خستم، میخوام استراحت کنم. باشه، بعد از شام میرسونمتون خونه تا استراحت کنید. این شما به خاطر اطلاعات گرفتن در مورد دمیر تدارک دیدی، درست نمیگم؟ آره درسته. ازم پرسیده بودین که میتونین بهم اعتماد کنین یا نه. یادمه. من باید چیزی رو بهتون بگم.